کمیته داوران دیروز گفتیم آقای منبینی ناراحت شده بودن. خب الان خوشحال شدن. اینقدر تاثیرگذار بود صحبتاشون که سریع جلسه گذاشتن دیگه. آقای تاج بودن، آقای نبی بودن، آقای خسروی که در کمیته داوران حضور داشتن اومدن بعد از جلسه گفتن که ما خروجی داشتیم و خروجی مهمی هم داشتیم. یکیش این بوده داورایی که خوب باشن هفته‌های بعدم میتونن قضاوت کنن. یعنی اگه یه داوری خوب قضاوت بکنه به صورت اتومات هفته بعدم بهش قضاوت خواهند داد. اما اگه داوری بد باشه نتیجه بازی رو تغییر بده میره لیگ پایینتر. الان ما نفهمیم یعنی لیگ پایینتر تبعید مگه دارید میکنید که به عنوان جریمه در نظر گرفته؟ خب لیگ پایینتر هم یه بازی داره برگزار میشه اونجا هم باید قضاوت باید استاندارد باشه دیگه. اینا متوجه نشدیم که یعنی چی، یعنی چرا باید این تنبیه باشه رفتن به لیگ پایینتر؟ چرا تنبیهه؟ یعنی تلاشیه که یک داور باید بکنه که در لیگ بالاتر بتونه باشه، ولی خب لیگ یک هم مهمه دیگه. چرا مثلا یه داوری که بعدا رو بفرستیم لیگ پایینتر قضاوت کنه؟ بفرستیمش آموزش مثلا یا یه کار دیگه بکن. حالا اعزام به تعمیرگاه. آره واقعا چون نیاز دارن دیگه. خلاصه اینم از این و گفتن که این اتفاق خوبیه. گفتن هر 2 ماه یک بار کل حق و ضمه داورا تصفیه بشه. قبلا سال به سال بوده. چقدر بد. نه بابا. آره این الان 2 ماه یه بار شده. خبر خوبه کمیته داوران ها 2 ماه یه بار دارن حقوقشون رو میدن. قبلا سال به سال میدادن. من بودم اگه جای چیز بودم مثلا سوتم با دهن سوت میزدم. نمیزدم. سوتو نمیزدم میگفتم وایسا. خطا وایس. شنید نشنید ادامه بده. و در ادامه گفتن که داور و کمک داورا ناظر همشون با هم دیگه فعالیت مجازی نباید داشته باشن. برن جای مختلف صحبت بکنن، بخوان اظهار نظر بکنن، کارشناسی بکنن مسائل مختلف داوری رو. یه خبر خوبه دیگه 10 تا سیستم رادیویی خریدن. نه بابا. 8 تاشو استفاده میکنن، 2 تاش ذخیره است که اگه خراب شد داشته باشیم. برای چی اون برای این سیستم ارتباطی ارتباطی مال داورا دیگه. آره خب میگم رادیو میخوام گوش کنم. سیستم رادیویی که داور با هم دیگه در ارتباط باشن که خطا شد نشد اینا. این خیلی به داور کمک میکنه. خیلی خوبه. به نظر میرسه که اینا رو بعد اول فصل انجام میدادن. نه الان یه ذره دیره. خیلی چیزا باید اول فصل آماده می بود مجید جان. اینکه الان هم چمن و بالاخره صندلی و اینا یه طرف. بعد الان سیستم رادیویی وی آر چی شد؟ گفتن نصب میشه دیگه. 2 تا داریم دیگه، از اون 2 تا نمیشه استفاده کرد. یواشکی پورتابل نیست، این قابل محرک. نه تو خود دانشگاه آزادی یه دونه داریم دیگه، همون استفاده می‌کردیم. استفاده نکردم اگه اونم. نه تو لیگ دیگه، تو لیگ یواشکی رو استفاده می‌کردیم.